این کوکو مخصوص مادر بزرگمه که بهش میگه شامی بورژردی. حالا اینکه واقعا برای بورژت هست یا نه من در جریان نیستم، ولی به حدی خوشمزه و لذیذ و راحته که دوست داشتم به شما آموزش بدم. تنها قسمت سخت این غذا فکر میکنم فقط خرد کردن پیاز و پیاشه است که باید حسابی با حوصله ریز خرد کنی که داخل کوکو خیلی معلوم نباشه. بعد داخل یک کاسه گوشه چرخ کرده رو به همراه پیاشه و پیازم به آرومی بریزید. اینجوری مثل من پخش و پلا نکنید. شیوید خوش و مقدار خیلی کمی شنبلیله و ادویه که تو کپشن براتون می‌نویسم و حسابی با هم دیگه ورز می‌دین و بعد بهش تخم مرغ رو اضافه می‌کنید. اگر کم بود دوباره اینجا مثل من چند تا دیگه تخم مرغ اضافه کنید. غلظتش باید دقیقا مثل کوکو سبزی باشه، اصلا نباید سفت باشه. تابع مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، بهش مقدار روغن اضافه میکنید. بعد از اینکه گرم شد مواد کوکو رو بهش اضافه میکنید. ضخامت این کوکو هم بنا به سلیقه شخصیتونه، میتونین نازک درست کنین یا میتونین پهن باشه. حسابی که صاف کردین درشو میذارین و با شعله ملایم میذارین که کاملا خودشو ببنده و گوش پخته بشه. بعد به هر ابعادی که دوست داشتین تقسیم میکنید و برمیگردونید تا اون روش هم حسابی طلایی بشه. این تخم مرغایی هم که انتهای کوکو بسته شده رو میتونید جدا کنید که ظاهر کوکوتون خیلی قشنگ‌تر باشه. وقتی که پشتش اینجوری طلایی شد غذا شما آماده است. من سحر تریان هستم و ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. نوش جونتون باشه.